سلام، خوش اومدین به استودیوی تک باکس. بریم با هم 7 از مهمترین حملات سایبری رو بررسی کنیم. اولیش مالور. مالور یا همون بدافزار یه اصطلاحیه برای توصیف نرم افزاری مخرب مثل رنسامور، اسپایور، ویروس، کرم که اینا از طریق حفره‌های امنیتی وارد میشن. مثلا وقتی که روی یه لینک مخربی کلیک میکنیم. این بدافزارا وقتی که وارد سیستم میشن یه سری کارا انجام میدن. مثلا رنسامور دسترسی به یه بخشی از شبکه رو مسدود میکنه یا اسپایور همونطور که از اسمش مشخصه میاد اطلاعات رو انتقال میده و یا یه بخشی از سیستم رو غیر قابل استفاده میکنه. حمله بعدی فیشینگه. فیشینگ به روشی گفته میشه که یه سری ایمیل یا مسیج برامون ارسال میشه و ما فکر میکنیم که از یه منبع معتبری ارسال شده، در صورتی که اینجوری نیست. و کارش هم اینه که میاد یه سری اطلاعات حساس مثل شماره کارت، اطلاعات ورود به سیستم و رمزها و اینجور چیزا رو سرقت میکنه که به اندازه کافی هم با این روش آشنا هستیم. حمله بعدی من این دمیدله که معنی تحت لفظیش یعنی مرد میانی، ولی خب مفهومش یعنی این که وسط تبادل یه اطلاعاتی تو وارد بشی اون اطلاعات رو سرقت کنی که این معمولا از دو روش یعنی دو حالت اتفاق میفته. یکی وای فای ناامنه که هکر میاد خودش رو بین شبکه و دستگاه کاربر قرار میده و بدون اینکه کاربر متوجه بشه اطلاعاتش رو سرقت میکنه. روش دومم نصب بدافزاره. وقتی که بدافزار نفوذ پیدا بکنه به اون دستگاه، یه نرم افزاری رو نصب میکنه که میاد یه سری اطلاعات رو پردازش میکنه و اون اطلاعات رو سرقت میکنه. و یکی از معروفترین این حمله ها هم سال 2013 یه آقای به اسم ادوارد اسنودن میاد فاش میکنه که دولت آمریکا از این روش من این دمیدل اومده ترافیک اینترنتی کاربران رو رهگیری کرده. اومده خودش رو جای گوگل جا زده، یعنی هویت گوگل رو جعل کرده و کاربرا فکر کردن که دارن با سایت واقعی گوگل ارتباط برقرار میکنن و اینجوری تونسته که اطلاعاتی که کاربرا سرچ میکنن و بهش دسترسی پیدا کنه و خب هدفش هم این بوده که جلوگیری بکنه از یه سری تهدیدات امنیتی. حمله بعدی داس مخفف دینایل آف سرویس یعنی عدم ارائه خدمات و تو این حمله هکرها میان یا عالمه ترافیک به یه سیستم، سرور یا شبکه میفرستن و پهنه باندش رو تموم میکنن و اون سیستم دیگه نمیتونه درخواست کاربرای عادی رو جواب بده. یه حمله پیشرفته تر هم داره به اسم دیداس یا همون Distributed Denial of Service که یعنی حمله توزیع شده و تو این روش هکرها میان از چندین دستگاه برای ارسال ترافیک استفاده میکنن که خب این حمله گسترده تر و شدیدتر از قبلی است. حمله بعدی SQL Injection یعنی تزریق SQL که تو این روش هکر میاد از کدای مخرب SQL استفاده میکنه و اونو وارد سرور میکنه و باعث میشه که اون سرور یه سری اطلاعاتی رو فاش کنه مثل اطلاعات کاربری یا اطلاعات مالی که معمولا هم از طریق نقطه ضعف‌های یه وبسایت این اتفاق میفته. مثلا یه نفر میخواد به وبسایت من حمله کنه، میره میگرده یه کادر جستجو یا یه ورودی پیدا میکنه، توش یه کد مخرب SQL وارد میکنه، مثلا یه کدی که اطلاعات کاربرای منو فاش بکنه و اگر که سایت من نتونه تشخیص بده که این یه کد مخربه، به عنوان یه کد عادی اجراش میکنه و اون اطلاعات رو در اختیارش قرار میده. حمله بعدی زیرو دیه که به این حمله ها میگن 0 روزه، به خاطر اینکه مادامی که یه آسیبی توی شبکه شناسایی بشه، قبل از اینکه اصلا سازمانا بخوام یه راه حلی براش پیدا بکنن، هکرها از اون نقطه ضعف استفاده میکنن و به خاطر همین این حمله ها یه تهدید بزرگی واسه امنیت سیستم است. یکی از معروف ترین های همین زیرو دی اتک حمله واناکرای بوده که سال 2017 میان از یه آسیبی توی ویندوز استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن و میان فایلای کاربرا رو رمزگذاری میکنن و بهشون میگن که تا وقتی پول یه بیت کوین رو پرداخت نکنید دسترسی به فایلتون ندارید. حمله آخر DNS تانلینگه. این روش میاد از پورت 53 استفاده میکنه که همون مخصوص پروتکل DNS. چجوری؟ خب DNS کارش اینه که اسم دامنه های سایت رو به IP آدرس تغییر میده و هکرها میان از این روش واسه سرقت اطلاعات استفاده میکنن. یعنی با استفاده از تونل سازی DNS میان یه سری درخواست به وبسایت ها میفرستن ولی توش یه سری کد پنهون شده و اون اطلاعات رو
میدزده و به سرور خودشون میفرسته و این حمله ها چون به صورت DNS داره انجام میشه ممکنه از یه سری فایروالا و فیلترینگ های شبکه عبور بکنه. یه سری VPN هم همچین عمل کردی دارن، با این تفاوت که هکرها توی روش DNS تانلینگ میان یه سری از اطلاعات رو مخفی میکنن و از طریق DNS ارسال میکنن انگار که ترافیک عادیه. اما VPN میاد همه اون اطلاعات رو رمزگذاری میکنه و مخفی میکنه و از طریق یه سری تونلای امن ردش میکنه و اینجوری انگار که کل اون ترافیک محافظت شده است. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید با لایک حمایتمون کنید و نظرتون رو برامون کامنت کنید.